دکتور میر کامیران امین علی بدرخان استانبول د 21 ماه طباغ سال 1895 دا جدایک بویه. خواندن خواه یکم لی تمام کریه. دا گوبو هجمارک باجار ناو امپراتوریا عثمانی دا و دمه دا وره سرگون کره. پشتی بریارا ویلسون تاوی کومالیا بلندبون یا کرد بو و هجمارک گوتار د کووارن جین سربستی دا بلاف که. پشتی کوداتای لشکری یا کمال اتاتورک بریارا سیدار درما فیوی دا هاتا درخستن. لورا لگل برای خواه میر جلادت بر خدا آلمانیا و لور مافناسی خوان و وگریا کار نتوایا آزاد. پشتی شکستنا شورش آگری وگریا لایبزیخ و نامه دکتورا پیشکش که و بر خدا لبنان دا کو کار مافناسی لور بکه و بشداری چالاکین روشنبیرین کرده لگل برای خواه میر جلادت بکه. سال 1943 هر دو روزنامه روزانو یا هفتانه و سترک یا ماهانه درخسته. سال 1947 برای خدا فرانسا و لپاریس نشتجی بود. زانینگه ها پاریس دا بش زمان روجلات دا مامستایی کرد و وقت پسپور زمان کردی کار کرد. هر وها ناونده خواندن و لیکولین کردی آوا کرد و بو برپرسه وی. سال 1948 برای خدا امریکای و بلگه یک درباری دوزا کردی و مافین کردان پیشکش امیندار گشتی یه نتاوین یک گرتی کرد و دا خوازا مافین کردان کرد. سال 1954 بکچک بولونی بناو ناتالیا دوستویسکی را جیانا هفجینی کرد. لیتزارو کنوی چه نبود. سال 1961 دکتور کامیران پیوندین بهز لگل نمر ملا مصطفى بارزانی آوا کرد و بو نونر شورش کردی لأوروپا تاکو کوچا داویه کرد. سال 1907 لگل هفجینا خواه برای خدا حریم کردستان و دمک دریج لیما و سردانه باندورک برچاو لبدرخان که و دریا پینوسا خورا ایش و آزار و سیتمکاریا کدهات سر کردان بلاف دکه. سال 1975 هفجیناوی کوچا داویه که و پشت را به 15 روزان شورش کردی راستی شکستنه هات. جبروان بویاران میر کامیران نخوش کرد و پر غمگین بود و باندور آوان صدام زورا تندرستیاوی بر. میر کامیران د 4 برچله سال 1978 دا لپاریسا بایتخت فرانسا کوچا داویه که میر کامیران جبلی زمان کردی شارزای زمان ترکی، فارسی، آلمانی، عربی و فرانسی بود و هجمارا پرتوکین وین چاپکری 26 پرتوک بون جبلی گوتار.